سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یه ویدیوی جدید. همونطوری که میدونید یا نمیدونید، چون من چنلمو تازه تأسیس کردم، من کلا موضوع چنلم راجع به چیته. حالا هر چیتی که شما میخواین و به من بگید داخل کامنت ها، من واسهتون میذارم ویدیوشو. ولی تا موقعی که شما چیت نخواید، من همینجا براتون فیلتر شکن میذارم. خب فیلتر شکن دیروز رو من رو هم ایرانسل تست کردم، روی همراه اول و شاتل و رایتل و اینا تست نکردم. بریم امروز یه فیلتر شکن آوردم مخصوص یوتیوب. انقدر سرعتش بالا نیست. من الان با نت ایرانسلم همراه اول جواب داده، ایرانسل جواب داده، شاتل، رایتل تست شده. اینا همه فیلتر شکنش فوق العاده. بریم برای تستش. اسم برنامه هم هست FX تونل. معمولا فیلتر شکنایی که تونل هستن بهتر کار میکنن و دیرتر از کار میفتن. حالا اینو من برم داخلش. خب صبر میکنیم بره داخل. اگه صدای پرندم میاد ببخشید دیگه. خب اینجا میبینید کلی سرور داره، ولی من واسه یوتیوب و اینستا و اینا تنها چیزی که استفاده میکنم همین دومی از بالا. اینو میزنید اینجا، ببینید به همین راحتی وصل شد. بریم یه تست هم ازش بگیریم و بریم داخل یوتیوب. خب یوتیوب رو میبینید که این ببر رو هم میبینید که به راحتی مثل گالری باز میکنه. بریم حالا یک تست هم ازش بگیریم، ببینیم چقدر. بذاریم صداش کم کن، هر چقدر بزنیم جلو میاد یا نه. خب خب اینجا یک تبلیغ، اسکیپ کنیم. اینجا من میزنم دقیقه 19. میبینید که به چه راحتی. بذارم من کیفیت هم ببرم بالا. خب 720 ببینیم میکشه یا نه. بله میبینید 720 هم میکشه. حالا بزنم جلوتر. 720 چطوریه؟ عالی. روی دست این فیلتر شکن نیست بچه ها، روی دست این فیلتر شکن نیست بچه ها. من حالا فردا یک دونه چیت خیلی خفن ایمبات گلوله جادویی یا به خارجی میشه ماجیک بیولت، خیلی گاده، میذارم واسه تون که اگه استقبال ازشون زیاد بود آپدیتاش هم میذارم. عشق منید. تا ویدیو بعدی پیس.